سلام دوستان، چطورید؟ خوبید؟ خوشتون هست؟ سلامتی؟ سلام. بعد از لایو ناموفقی که داشتیم فهمیدیم اصلا باگی بازی بودست که کرش میکرده. حالا این دوستان عزیز یه دونه کامندی به ما گفتن تو همین سرور، حالا اینجا ببینید. بعد حالا یه وقت خواستید فعلا با این کامنت رد میشد این کرش، ولی در حالت کلی بازی ریده. سازنده بازی آرک آپدیت داد، قبل این یه 300 مگا آپدیت داد، کلا چی بگم رید به لایو استریم ما و به نظر میاد قسمتمون بوده اینجوری. خب طوری نیست. حالا تو ویدیو میذاریم، احتمالا این ویدیو رو هم بدون ادیت دوباره میذارم. این در رو من عوضش نکردم، اسکینش خودکاربانی میشه. این اسکین که بذارید خودکار درش وا میشه. این رفتم. خب شما نبودید، من یه زین واسه این رول رد ساختم، بعد وقتی آوردمش بیرون که بتونیم باش چوب در بیاریم و سنگم که اون دایدونو داریم. بریم یه مقدار چوب در بیاریم ببینیم چقدر چوب در میاد. اصلا میصرفه اینقدر ما اذیت شدیم. شما آخه نمیدونید چجوری من این رول رد رو گرفتم. من رفتم و پدرش رو کشتم و اینو از اون کله مپ دنبال خودم آوردم این کله. فقط شالا ارزشش رو داشته باشه این همه را آوردم. که چوب جمع نکرد. چرا خدایی چوب جمع؟ هر درخت که میزنه 150 بیشتر میوه جمع کنه. تو خب خوبیش این است که حالا سرعت خوبی در چوب جمع کردن داره. حالا یه چوب جمع کنیم باش برمیگردیم به سمت بیس تا ببینیم شروع کنیم به ساخت ساز خونه رویاییمون. یعنی البته میخوام قصر درست کنم. یه گردالی هم بزنیم. گردالی بزن. اینجا آب نمیتون. اگه آب نبود واسه دون گردالی و ملق هم بزن. اینطور نیا کنی. چرا ملقت خرابه؟ یه مشکلی داره بالاخره. یقیقا باید نیگر دارم ها. آره باید نیگر دارید. هرچی درخت هستی محدود نابود کن. موش البته پنیر میخوره ولی خب حالا درختم یه شاخه پنیر توش هست. خب دیگه نخوام بیام دنبال درخت. حالا خیلی اون خونه بزرگه و ساختنش سخت، ولی حالا در حالت کلی تا میشه نیام بهتره. یه 2 تا پلیر اینجا رد شدن و راستی من نشون نشده بودم. خب این چوبی مورد نیاز اون حدوداً بعد نیست. فعلا 2300 چوب داریم، کلی چیز باش میشه. خب زید ما یه نگاهی به این عکس هم بندازم. عکسی که گرفتم از سینگل پلیر ببینم حدوداً کجا بوده است. بعد اینجا تاریک چیزی پیدا نی. همینجا بوده. همینجا رو باید بگیریم، از همینجا شروع کنیم به رفتن تو آب. زید من یه نشون بذارم بعد نخوام دنبالش بگردم. هیچی نداریم واسه نشون بذارم. اینجا رو بری قارت شا زیاد فرق نمیکنه. یه ذره بر 2-3 تا قارت رو میگیریم بعد میزنیم به نشون. بریم سنگ جمع کنیم. از سوراخی که رد میشی. چه مسخره بازیه.
حالا رد میشه. خب اینم گردالی میشه. 2 تا جونور رو رشتیم که گردالی بشن، سریع باشون بریم اینور. خب سنگ نشون نمیده، جمع میکنه نشون نمیدونم چه، چون لول میده قطعا جمع میکنه. سنگ بیشتر میخوایم همیشه، این هم وزنی بیشتری باید هم کنه تا بتونیم باش بریم این برابر. ما فعلا جزوی بدبخت بیچارگان حساب میشیم. بعدن انشالله یه دونه کارکینا میگیرم، لگم هست سرور سه همیشه، ولی کرش نمیکنه. انشالله بعدا یه کارکینا میگیرم. چقدر سنگ اینجا هست و 2 تا اینا رو میگیرم دستم و این برابر جمع میکنم. حالا فعلا پایه و بیسی اصلی اون خونه ای که دید رو بسازم کلیتشو، بعد میرم سراغ مثلا یه تیکه اولش رو فکر کنم امروز بسازم، ولی واسه تیکه های بعدی یه خیلی طول میکشه، باید بذارم یه موقع دیگه بسازم. سنگ هم حتما بیشتر از چوب میخواد. آخه راستی چند میخوایم، البته خب اون چیزی خاصی نیست. 2,300 و 2,800 سنگ چوب داشتیم ها، اینم باید همون اندازه بلکه بیشتر. متاسفانه بگ این داره پر میشه دیگه، بگش پر شه که ما دیگه نمیتونیم جمع کنیم. یه ذره تچ هم جمع کنیم. نه دیگه یه دونه رو بزن من میرم. سنگ دیگه یه دونه، نه اون وای فکر کنم دیگه راه نمیره. زرد شد یعنی پره. به چرخ تو مهم نیست، لول اپ شدم خدا. میره 65. اینم یه سنگ بود آخه، جلو رامون بود باید بلندش میکرد. انرژیش هم تموم شد. خب از این هم یه چندی سنگ داریم. بعد هچ داره. حالا کارمونو فکر کنم را بندازم. من اینا رو نصفش بیارم ایور. خب پای 2,500 نصفش. اول باید 2-3 تا فاندامشن بذاریم استون، بریم جلو. اول 2-3 تا فاندامشن، 4 تا، بعد دیگه میرسیم به سلینگ. نه بایستی یه فاندامشن میذاریم 3 تا سلینگ. حالا درسته 3 تا که یعنی 6 تا، دقیقا همون چیزی که میخواستیم. بذارم اینجا رو حتما. امروز روز ساخت خونه است، پس چرا من انقدر سنگینه من نمیتونم راه برم. چیزی تو اگر چوبا خیلی سنگین. چوبا رو بده. خب کجا بود؟ روبروی این قارچا بود. همین جای ذری برابر زیاد فرق نمیکنه. اینجا بذارم که تو آبم نباشه. یکی این خوب شد. حالا بریم وسط آب. خب عالیش. باید دیگه بریم به شروع به ساخت و سازمون بکنیم، ولی خب حالا شما نمیدونید ولی من میدونم. البته
باید یه دوتا ستون الان اینجا بزنم بیاد لای اینجا که حالا خواستم سازمو بسازم مشکل نداشته. بذارید پیلار میخوام، خیلی چوب داره توش. باقیشو پست میدم. دوتا پیلار میخوام، علل حساب دوتا دیگه میسازم، بعدن به دردم میخوام. خب حالا میایم سراغی ساختی فانداشن، چی میگن، ساختی گردی. اولی 6 تا مثلث میخواد، دومیش سیلینگ رو بذارید بیارم. من سیلینگ کوچولی رو من نداشتم، نه سیلینگ کوچولی اینو میخوام. این مثلثی 6 تا، بعد یکی دو تا سه تا. میفهمم باید چیکار کرد. زد یک اخته از هر کدوم میسازم، بعد میفهمم چیکار باید کرد. 5 تا ازی چرا انقدر کم شد؟ دقیقی کوارتره بود. چی کم میاریم؟ آن تچ آخرش رسیدیم به کم بودی. تچ هرچی که شما بودی. بیافتیم به جونی درختا رو که هم حالا خودمون زدیم. همیشه درختی نمونده تا 7 کیلومتری. آخه خیلی کمتر از اینا میخواد. من نمیفهمم، خیلی درصدی خواستنش کمه. بزن دیگه، در نمیذاره بهش نزدیک شیم، بعدم نمیخوره بهش. خب چه مسخره بازی. این درختی جوریه بیشتر سد شده. دیدید 100 تا داد. خب بسته شدیم، سینه خیز میشیم. کمتر آب و انرژی بیشتر، کمتر آب و غذا بیشتر آب و انرژی. اشتباه گفت. خب برگردیم به سر کارامون. این بیمنی چوبارم بده. دیگه نمیگیره، من خیلی پرم دیگه. این بیار چوبارم نمیگیره. خب سلینگ 5 تا از اینا بسازیم. 5 تا از اونا باید بیشتر بسازیم. دیگه یکی دیگه از اینا بسازیم تا بریم اونجا ببینیم چی کار باید کرد. خب سنگا رو پسش بدیم. برو برو بریم بسازیم. سلینگ رو اینجا اینو داریم. اون سلینگ است. ستون هم میذاریم رو 6. ستون رو دستم بگیریم. یه ستون به سمت زمین، دو طرفش باید این طرف که بشه از یه ستون میسلن. خب مهم دو طرف اینه دیگه، وسط نمیخواد. بیایم بالا. خب شروع کنیم از مثلثی شروع کنیم. باید اینجا از مثلثی شد. 1 2 3 میایم بر 1 دوباره 1 2 3 میایم بر. میشه بذاری هنو 1. خب
حالا احتمالا دیگه نشه وارد. یکی اینجا میذاریم، اون طرف هم مثلثی. اون چیزو تموم شد. گفتم مثلثی بیشتر میخواد. ببین 10 تا مثلثی بسازیم. ببین بامون هم تموم شد. سیلینگ این مثلثیه 10 تا زیر میسازیم. بیشتر هم میخوام 15 تا میسازیم. یا سه تا مزینا میسازیم. ببینیم گردالیامون هر چند تا چیز میخواد. حالا سری بعد میشماریم. اولیش فعلا فقط بسازیم، بعدی ها رو باید بشماریم. هنو کلی سنگ و چوب. خب بریم اینجا باید از اینا بذاریم. من هی این اشتباه میزنم. اینم مثلثیش میکنیم اینجا. این تا اینجا مثلث. خب باید بریم زیر ستون بزنیم. اگه این وسط ستون بزنیم دیگه همه رو در بر یه ستون دیگه هم لازم داریم تا این بچسبه بزنیم. ستون چرا من میخوام چیز بزنم، فیت بزنم. چی میخواد؟ سنگ و چوبا رو خواره ریختیم اونجا داشتیم. یه دونه ستون ما میخوایم اون وسط بذاریم و فعلا کارمون رو این هم ستون دیگه. گردیمون فکر کنم کامل. البته اگه مصالحی مورد نیاز داشته باش که نداریم احتمال. این دوباره اینجا یه مثلث مربع، مثلث مربع، مثلث مربع، مثلث. واسه اولین بار مربع هم کم آوردیم. خب بذارید حساب کنم. اینجا یه مثلث، سه تا مثلث، یه مربع، سه تا مثلث، یه مربع. خیلی مربع. اینجا باید از اون مربع رو بذاریم تا بشه. الان بریم فکر کنم نگاه کنید. قاعدتاً اینجا یه مربع، سه تا مثلث، 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 یه مربع. فکر کنم سه تا مربع دیگه میخوام، یه بغل مثلث. سه تا مربع میخوام. حالا سه چهار پنج تا میسازیم کم نه. هرچیش هم شد تهش ازینه. دوباره تحتشامون تموم شد. بساز حالا تهش ازینه بساز فعلا تا بینیم کجا میرسیم. گشنمون رسید بخوریم. خسته شدیم بالاخره. ولی واقعا کمک کم کردن این جونورا رو. الان اگه اینا نداشتم دهنم سرویس بود. ببینید هنوز که هنوزه دارم چیزا.
نه بایستید، اشتباه شد. اینجا مثلث داره نشون میده که مثلثه. بعد اینجا داره مربع، مثلث، مثلث، مثلث. مثلث تموم شد، مربع اینجا میشه. بعد مثلث هم مربع اینجا میشه. یعنی من 4 تا مثلث دیگه میخوام تا این کامل شه. تا بعد این کارهای دیگه. 4 تا مثلث بچه هم نداره. درخت چرا در نمیاد؟ من سنگ نمیخوام، این درخت اینجا درخته بانمو کرد، نخواست. این خوب فیبر جمع میکن. چرا؟ پارچام زدنیه؟ آره واقعا خوب. تو الان سچ داد. اینم هست. نه این قارچه افتاده، اشتباهش. این قارچه هست. اونم افتاده. همه‌شون افتادن. داریم لول اپ میشیم مثل چی یه ذره اینجا رو خاموشه، بعدا روشنش میکنه. دوباره این صدای یه دیگه تد شدم بده. دیدینگ از این مثلثی من 4 تا میخوام. باید فکر کنم باید برم سراغ ستون زدن. ولی سنگامون زودتر چوبام تموم شد. حتی قاعدش هم همین بود دیگه، قانونا باید همین اتفاق. بیاد این شد دیوار گرد خونه. اونجا قراره یه ادامه بدیم، یه گردی هم اون طرف درست کنیم که اون گرد اون طرفیه قراره بشه خوابگاهمون یا جایی که ما میخوابیم. بالاخره جایی که من میخوابم باید با جایی که دایناسور هستن متفاوت باشه دیگه. بالاخره چی صحابی گفتن، جونوری گفتن. برم بردارم از توی جخزی چوبام داره بیمن. سیلینگ میخوایم 1 2 3. بعد پیلار میخوایم احتمالاً 3 تا 5 تا 6 تا پیلار من میسازم. علل حساب زیاد باشه بعد استفاده میکنیم. این سیلینگ تراینگلا رو یه 15 تا بسازیم. راستی بذارید یه دیوار، یه دور دیوار دورش بکشم که پیدا باشه. 10 تا دیوار. چی تموم شد؟ بکنم سنگم بیه تموم شد. آره ایرای واقعا سنگم تموم شد. هنوز چوب دارم ولی سنگ ناموجوده. خب بذارید دیوار بذاریم. این یه دیوار، این یه دیوار، این یه دیوار. از این طرف هم همینجور. 1 2 3. یه راه میخوام بعد بذارم اونور برم. 1 2 3. یکی باید 4 تا بزنم. خودم هم دلیلش نفهمیدم چه. بعد 1 تموم شد دیوار.
اینجا نفهمیدم چطور میشه. اینجا 4 تا میخوره، اینجا 3 تا میخوره، اینجا 3 تا میخوره، اینجا 3 تا میخوره. هنوز ما نفهمیدم چرا این اتفاق میفته، ولی خب میفته. ما این چوبا رو با سنگا بچنم تو بگ این تا بریم یه سنگ گردانی دیگه. من خودم راست بذارم اینام سنگین میشه تاثیر میشه. بعد میام ازت برمیدارم. بیا بریم. این طرف ما نرفتیم سنگاشو در. بعد میگن سنگاش خوبه. یه لحظه بکردم فورفوره رفت، خوشحال شد. خب این سنگ نداره. این سنگ در زیر آب سنگ نداره. این زدونه پایین زیر آب رو ببینیم سنگ اینجا هست بزنی. سنگ چه سنگی هم پر سنگ اینجا. اولا 500 تا سنگ دم جونوری بهم حمله کردید. اوه انرژی اکسیژن چیزای مهمی که مهمه به خودم. سنگایی برم رس شد، باورم نمیشه. این درختام داره رس میشه. حالا مثل که سرعتی رس شدن یه ذره بیشتر سالته. یه دونه دیگه بردار. ای خوبه، من دوست دارم. اینا کی زده؟ بیدست یکی زده قبل. بیشتر سنگ بده. گونده هم سنگه راستی. سنگ 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 جلوتر ساعت چند میخوای بذار این با کلنگ بیشتر بهمون میدادن. آره اشتباه کردیم. بعد همیشه به سنگ خوب اینجا هستیم. اشتباه دیدم. سنگ اینجا نیست. زد بپریم تو آباش سنگاش خوب بود. یا سنگ تو آب داره. چی سنگ ها را اشتست اینجا؟ پیرانه هم دنبالی ماندن. بیای آیدی چه سرعتی داره تو آب. پیرانه ها قراره اذیتم کنن. همین میکشم اینجا. بیا یکی دیگه. خب یک شما اون یک دنم بیاید میکشم. این سنگرم باید بردارم اینجا تو راه هم واسه خونه سازی. ولی چقدر پایین سنگ هست خدایش. با انرژی در تموم شه بریم بالا. با یه انرژیش تموم شه دیگه تکون نمید. با اینجا انرژی پر کن. سنگ همون چه رو سنگ بایستده ایم انرژی پر. حالا سنگشو بزن.
اینجا چیز هست، سنگ هست باید میشه اوه استگویر نزنی از یه عقده ای است که ولمون هم نمیکنه. یه سنگ دیدم. ایرانه هم نمیاد بهمون حمله کنم حمله میکرد دادا اسما بیا سوار زونه ور باشم کمتر حمله بود. بیا دیگه تمساح هم دارم میام پارد میکنم. مثلا یه تمساح هم به طور شانسی گرفتیم. بله ما کارمون شانسیه. همه چیه شانسی میگی. خب رسیدیم به منطقه دوباره دیوار میخواستیم وال بابا از کم از زیده نکنم چی خدایا جانی میشه تو بگش منجوری بریم دستی هم باید بریم تست در بیاریم. ولی خب بازم خیلی راحته. میتونم استیگارم به کار بگیرم ولی خب چقدر از این نورا اینجا هست. من ترسونم و قلبم ضعیفه. برو بالا دیگه. کجا بود که داشتیم میزدیم با دوه دیدیم ترس نمیداد. چه داره یه وزق بگیریم و بیافتیم اینا رو آره نورا زیبایی. سنگار ننگار وال بساز هرچی میتونی بساز فعلا بساز تا ببینیم چیکار باید چون باید ببرمش چند طبقه بالا اونو. میخوام اونجا وسط یه کوره بزرگ بذارم. کم دارم من نمیاد. چرا میاد وال چرا بالا بزرگ نساختن مثل این لحظه دیوار بزرگا رو بسازم بهتر نی. بله بذار بریم بذاریم یخته بیایم تا ببینیم چطور میشه. یه گذاشتم سریا بعد انشالله اینو میذاری اینجا خواهی دورمون جور شد.
حالا میخوایم بریم یک کوچیکی بر درست کنیم که تخت و اینامون توش باشه که اینجا داشتیم ستوناشو میهشتیم. یکی اینجا بذاریم، یکی اینجا. حالا پیرانایی میاد. یکی هم اونور بذاریم فعلا جونوره رو به غیر از این موش گنده ببریم تو. این خیلی بکنم از اونور بیشتر جا داریم ها. تو آفلاین که ساختم جا داشتم واسه درست کردن اینجا، ولی حالا جا کمه راستیاتش. حتی نه اونقدر هم کم، ولی خب نسبت به اونور من یکی برخوام یکی اونور باید از همینجا شروع کنم به ساختن. چرا من مثلثی ندارم؟ چون نساختم. دلیلی منطقی. چوبام که دست اینه. سیلینگی از اینا، نه از اینا. 6 تا کو وسط میخواد، 6 تا میگن دورش 12 تا رو بزن بر حداقل 12 تا. ما فقط آنکی میخوایم، مهم نیست لول چند باشه. اینجا نوشته آنکی لول 145. فقط میلیش بالا نیم. چیکار میشه که البته تو ادامه قصد داریم بریم یه آنکی هم بگیریم. یه آنکی یه چی بود اسمش؟ از همونا میخوایم. نه عوض کنیم. خب اوکی اشتباه شد. نه دیگه گیز شدیم. این میره تو اونجا، مجبوریم از همینجا شروع کنیم، یعنی از اینجا. حالا میبینید میره تو اون طرف. خب تو ساحل نره. خب ستونو بذار. اصلا زمین اینجا ما رو مسخره کردی. میدونم چرا اومدی ولی خب اومده دیگه کارش نمیشه. باید یکی از اینا اینجا بذاریم. یه ازو سلینگ هم بخوایم بینش باید رو چیزی بذاریم. باید از اونا داشته باشیم. دوباره یه بار فایده نداره. سلینگا 3 تا بسازیم 4 تا بسازیم. همیشه یکی بیشتر. بس بره دیگه بگید پرشه. تا نمیخوای بری اون برو دیگه. من اینو باید فکر کنم ایورتر بساختم. حالا ایورتر نساختم اون طرف کوچیکتر میشه این تیکش، ولی خب بعدیش احتمالا بزرگتر بشه. یه ذره بیشترم فاصله میدونم از این بر. او
و چیز میکنیم دیگه درستش. اینجا مثلا باید برم تو تر بیرون تر. یعنی خب حالا یه فکر چیزی که تو آفلاین ساختم نشد، ولی خب حالا بعدم در نمیاد. قشنگ با اندازه تموم شد. خب حالا فعلا همین دیوارا رو بذارید. خب خوب است. حالا باید بیایم سراغ این طرفیه که اینم اسم میگه ستون که میخواد، ولی حسی که الان داشتم این بود که بهت حمله کرد. چی از زمین اومد بیرون؟ چوبه. استیگویه نمیخواد از اینجا بره، خدا بکشید. پیلار حداقل 6 تا میخوام، ای بیشتر نخوام. طرف قرار بزرگ باشه. سرینگ هم میخواستم. بذار ببینیم بیاد. کجا میری؟ اینجا خونه منه، بیا برو ببینم. از خر انداخته. راستی داره میره تو خونه ما. این یکی، این دوت، این یکی، این دوت. این ستونا بعدن خب خوبش میکنیم، آهنیش میکنیم. حالا آلفا چیزی بهمون حمله نکنه، ولی خب در همین حالت خوبه فعلا. قولی معروف خرم از اینجا رد نمیشه. حالا که اینجوری شد این برا اومد 2 تا 3 تا ستون میخوام حداقل. غیرزه اون ور که ستون میخوام واسه گردیش. بذارید یک کاری دیگه هم بکنیم. چی میخواید؟ همزمان که داریم این کار رو میکنیم ترجیح میدم یک کار دیگه هم بکنم. الان میخوام برم یعنی میخوام این کار رو بکنم که چی میگن، گیج شدم. میخوام برم یک کراب بسازم، زیتت جمع کنم و وقتی کراب ساختم بزنم پلنتزیم رشد کنه تا بعد از اینکه این کارم تموم شد برم سراغی تیم کردن یه ییلینگ. دستم هم که ابزارالات ساختنی تله دارم دیگه، برم یه ییلینگ تیم کنم بعدش بتونیم بریم راک دراک. یه تخمی
پلنت زد طول میکشه تا در بیاد. بس هم حالا میذاریم که تا میایم این کارا رو بکنیم اون در اومده باشه. همینجور یه جا حلالایی میذاریم دیگه. آب که مهم نیست که ما اصلیتی 3 تا گنبولی شعبل بسازم، باقیش حالا میذارم واسه این موقع دیگه. درش هم حالا فعلا میبندیم و خیلی طول میکشه، بیش از چیز کفی. و چیزایی اینجا رو مثلا تا اون سر یه عالم جا باز میکنیم و چیز درست میکنیم. مثلا این تیکش رو یه تیکه مربعی میکنم سر گنبولی سر مربع، حالا هرچی. ولی خب حالا فعلا باید یه کراپ بسازم، پلنزیمو بسازم و حالا نشونه دو میدم چجوری هم فرتیلایزر در میارم. گوشت اونم هست، از اینا میخوریم. کراپ بساز. چرا نمیتونی اصلا چوب کم رو بیا اینم بساز دیگه. لگه. بعد یه لوله میخوایم، پایپ، لوله، واتر اینتیک. آره داشتمش. هم که فقط سنگ میخواد. اول سنگی نمیتونم حرکت کنم، سنگا رو باید پسش بدم. این حالا تو همین خونه یه ذره که ساختیم اینجا درش بسته است، کراپا اینجا میزن. فعلا میگه ما آب نداریم، طوری نیست، من آب بهتون میدم. بذارید ما بیام اینجا. مثلا این آبا رو زیر میزن. حالا دیگه شما آبم دارید، یعنی آبش پرش. اوکی. خب بریم که روجر کو بریم که یه روشی باحالی برای درست کردن فرتیلایزر بدون بدم. یه مقدارم بخند. روشی باحالیه، تست شده 100% توسط خودم، 100% جواب میگه. بریم این تیکه ای که نزدیک به آهن بود لنزدم اینجا داریم. خب اومدیم سراغ قارچهای توهمزا. میکنم اون توهمزاست. خب ببینید این روش توسط خودم اختراع شده. خب میریم به سمت قارچ توهمزا و وقتی میرید اونجا به نام میکنه بیرینه. وقتی رید وقت شما میتونید ریدا خودتون وردارید و ببرید. آره دیدید؟ یا کنید دل پشت سر هم میرینید. ریدادون رو جمع میکنید، با یه بار نمیکشه داد. اسم رو نهید یه جا که ریدادون پیدا نباشه، ولی 10-16 تا ریده بدون میده. چقدر سریع ریده جمع کردن. البته این هم ریده داد، ریده اونم هم داریم. و اگه خواستید دوباره میتونید کار بکنید. از این قارچ هم خورید جوندون پر میشه. از قارچ هم خورید آبدون پر میشه. حتی قارچا که میخورید جوندون پر میشه آبدون رو کم میکنه. حواستون باشه. ما اینجا قارچا خوردیم که آبمون پر شه، بسته دیگه، جونمون پر شد دیگه.
خاطر همین دو تا قارچ همیشه با هم بخور. اون آبدونه کم میکنه، دقیقا مثل استیمبریه دیگه، آبدونه کم میکنه. حالا ما آب بودیم و یه لحظه از آب فاصله گرفتیم، انقدر تشنه نمیشد دیگه از قارچا نخوریم. اینه که خیلی نیاز داشته باشه. دوباره میخوایم بریم یه سری اند دیگه جمع کنیم. نمیره بر این دام بشه جمع کنیم. در حین ریدادن جمع کنیم. حواست باشه خودت مثل ما به کشتن ندی. من دوباره از قارچا میخورم ولی خب دیگه دارم میرم به سمت خونه، اونجا آب بغلم، مشکلی نداره. اینم بود روشی جمع کردنی هنی خودتون. حالا اگه مثل ما عجله داشتید همینجور مستقیم ان خودتون رو بچنینید تو اونجا، ولی اگه عجله نداشتید اندون رو بذارید تو چیز و چی میگن کمپیست بینه چیه تبدیل به فرتیلایزر شو بذارید. ولی حالا من عجله دارم این کارا نمیکنم، اینجور میذارم میشه، باید بشه. تشنشه گوشنشه مرگش هست. تشنگی رو نداریم ولی گشنگی رو داریم. اون قارچا هم تشنگی میده هم گشنگی. من دیگه نباید گشنم باشه. چجوری هم بابا من داشتم میخوردم از اینو خوردم. تازه داره فودم از کوفتی نخورید نگاه کنید چقدر فود من از این بود. اشتباه کردم، همینجور داره کم میکنه. من نمیفهمم من چرا گوشتمه، من که دارم فود میخورم. What the fuck is this؟ یه جای کار میلنگه، نگاه این داره تلاش کنه فودو پر کنه، بالاخره از که رد کرد و نخورید از قارچ، نخورید به خدا ضرره. انعام بچلم تو اینجا فعلا هر ان 1000 این پلانتیکس در بیاد. نوشته شاول سید نشتم توش، یه بیلم بسازم یه ذره سرعتش زیاد شه. و کوک ما رو کشت اینا. دهنت سرویس پلنت زده کوک. دونه رو میکاری جواز دونه نمون.
داستونه در اومد. اینو آرک فرنزی فارم بکنیم. مانم فارم. دهنت سرویس. دهنت سرویس. یعنی داره یه کم کنه. خوابو در میاد. ما ادامه کارمونو میریم و خونهمونو میسازیم. به کجا رسیده بودیم؟ ستون. دهنت سرویس. هنوز دارم زجر میکشم از اون همه چیز. من باشم دیگه از اینا نکنم. خب سیلینگ اینا لازم که داریم. چی نوشته؟ گاه ما بخورم دیگه از اینا. همینجور کم میشه. این ذره زیاد شکو بیمنی. چی کم آوردیم؟ دوباره تچ. یخت داشته باش. بذار من برم اینو بکارم. همین یکی کافی بود. خواب تولیدی بازم ستون میخواین. ستون زیاد میخواین. میشه چه بری بالا. نخوام برم این همه راه رو. خب خواهیم به اندازه وسطی بزرگ باش. جلوتر هم میتونیم بریم. نه از همینجا شروع میکنیم که جا داشته باشیم اندازه کافی. اصلا باید از همینجا دست میخوایم واسه سلینگ و وریا. درخت ها در اومد. یعنی اون چوبا و ورم در اومد. دوباره خواستیم بریم با موشه بهشون بزنیشون. بابا ولمون کن بی خیال. از این قارچ به هیچ عنوان نخور. من خوردم که از این قارچ خورد. بیا به خدا نگاه کن. خدا وکیلی قارچی مسخره. بی خیال نکنه به خاطر اینه. ما فکر کنیم به خاطر اونه. میگم میشه گشنگی رنج ببر. خب اونجا کسی خونه ساخته؟ نه به نظرم. خب
بابا چرا ما همیشه اینجا اشتباه میزنیم؟ باید اینجا بذاریم، اینجا بذاریم، این وسط رو اینا بذاریم، اینو بکنم، اینم میشه بذاریم. یه دونه ستون باید بذاریم افعال. بازم میخواد فکر کنم 2 تا دیگه میخوایم ستون. و فعلا همین 3 تا رو داشته باشیم. بابا چرا گشنمه؟ خوبه همیشه زیار مثلثی نساخت. البته لازم هم میشد ولی خب دیگه حالا میسازم. الان مثلثی هم تموم شد. یا رو هست دیگه. فکر کنم مالی این باف چیزیه است. آره نمیشه مالو باشه. مای فیلم هندیه. اول باید اینو بزنم تا پای. خب یه ذره هوا روشنا شد. یه 2 تا سنگ هم اینجاست. نه یه برا ما هنو آمادگی روی با تو رو نداره. رو با جرأت نمیکنم برم اونور الان. الان در چه حالتی هستی؟ نارنجک که نورانی بده. خطرناک است، خطرناک. لیولش چنده؟ یا ابوالفضل همه ایمونو میکش. بیام بازم یه برتر که نکش ما را. سنگام تموم شد. یعنی باید دوباره برم سنگ جمع کنم. چوبام البته تموم شده. چوب جمع کنیم اول. اونجا خرچنگ مرده است نه خرچنگ زنده است. در چه ترجیحاً سمت خرچنگ زنده نمیریم. بدری سنگا رو در آورد. حیفش سنگا بود. بابا چرا دوباره گشتم؟ این مال همین باف این یکی. بهت قول میدم درختی که رد بود نباشه.
همه اینا که رد بوده کو. پارچه رو بکن. تراکت چیه دیدید؟ خیلی فاصله گرفتیم از خونه، ولی درخت اینجا خوب. تا تونستیم درخت پیدا میکنیم و برمیگردیم. درخت تازه برگم برشتیم دیگه دیگه به هیچ وقت به هیچ عنوان درختاش که درد نمیخوره. همه این درخت ها اینجا که از این چیزا ردوود نمیخواد. ردوود میخوام چیکار؟ اینا داره، اونام درختم، ردوود هم نیست. درخت بکن. داریم خونه میسازه. هرچی درخت هست نابود کنید. اینم درخته ردوود کنی بابا. ردوودای بزرگان این نوید ردوودش وای که بزرگ نی. نگاه کنی درخت کوچکارم نمیکن. مسخره بازیه. گیر کردیم ها. اینجا بالا یک درخت هست اینجا بکشن. برو چرا استخاره میکنی؟ درخت رو بکن. مثلا باز درخت آمدیم. نه دور در میاد. تخمش تو زمین هست. من تخمشو خودم پشت سرش میکارم. وای منی که انرژی این تموم شد. اوکی چند ثانیه صبر میکنیم. کلی غذا دادم به کلی غذا یعنی اینجا هست. دیگه فودمون بالاخره خوب شد. این باف تموم شد. من همون باف سرد و یخیه بود. چقدر تو جمع کردم. بازی سمورم داریم. یه تعجب میکنم سمور داریم یا نه. دیگه سمور داشتیم حتما باید اینجا می بود ولی نیست. وقتشم نکنیم باید بتونیم سطح جمع کنیم. سپاینه اومده ای بعد اینجا پر سنگ ها رو از بین. چه درختی بود. درخت عجیبی بود.
نکن اونور در اومد اون قارچ مارچ ها، ولی ما که رفتیم این زوبره ها برد. اونورم انشالله. چقدر این بزرگه، چون بزرگه جا دادنشم تو سخت. فعلا مجبورم تو حالی اصلی بذارم. خب چنده چوب در اوه حل حل. این سنگ دار خیلی برو کنده، ولی خب به جاش چیزا رو نابود نمی‌کنه. گردششو حالا این بیشتر هم میده به نظرم. هیچ اینجا نبود، بریم جلوتر. هیچ اینجا دیدم، یه سنگ پیدا شد. یه سنگ دیگه پیدا شد. برو بریم. سنگای ریز بهتره. فکر کنم راحتر سنگ پیدا. این بزنینی؟ مسخره. چند شد؟ اصلا 1000 تا نشد. من بیشتر سنگ پیدا میفهمد چیه رو، ولی خب حداقل خوبی داره این خونه و بغل آبه و آب پر سنگ دور لبه یه جا تا انرژیم پرشه بشو که باروش. همینم سنگ میزنیم. خیلی باحاله نه؟ رو همون چیزی که استراحت میکنیم همونو میشه. چه سنگا خوبی هست. 12 سنگه قبول نیست سنگا. سنگش پفکی بود. اوه برو بالا برو بالا برو بالا. من خودم دارم خفه میشم. راسته اینجا زیر خونه من. این سنگه؟ نه این سنگ نبود. وای این اسپاینو میخواد منو به باد فنا بده. من سریع در این اولیه رو میبندم که یه وقت اسپاینوی خاص بیاد نتونه. 11 تا دیوار میخوام.
12 تا دیوار میخوام. آره 3 4 3 3 3 3 3 9 10 تا دیوار میخوام. اینم که بعد حالا اینا رو نوستم طوری اینجوری. یه لحظه من نگاه کنم. 6 تا 2 3 4 5 6 تا ها. بذار ببینم. 1 2 3 4 5 6. آره 6 تا از اینا. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا از اونا. درست میگم؟ 1 2 3 4 5 6 تا از اونا. بعد دوباره یک از دوش 1 2 3 4 5 6. آره 6 تا دیگه. 6 و 6 میشه 12. بعد اینجا 6 و 6 میشه 12. بعد اینجا 3 تا. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. اینم 6 تا. 3 6 تا 18 تا میشه 20. 30 تا از اونا. 30 تا مثلث. 12 تا مربع. 10 تا دیوار. چه حساب کتاب طولانی. وال 10. سلینگ مثلثی 30 تا. یه چی کم داریم. اونم 12 تا. اونو بسازیم ببینیم اون 12 تا میشه. آره این 12 تا بساز تا ببینیم چی کم میاریم. چوب سنگ. بکنم چوبا رو همه رو نکشتیم. آره آره هم چوب. حالا فکر کنم سطش کم. 30 توش 900 سنگ میخواد. نداریم 900 تا سنگ. سنگ کم است. به هر حال سنگ مورد نیاز است. بذارید متر رو به کارم یه مقدار سبکتر شه. صدا بعدی میاد. بابا 3 و 3 و 3. یه دوتم دیوار اشتباه کرد. دوتم تو دیوار اشتباه کرد. یه خیلی داره نزدیکمون میشه. سنگ دوتم دیوار میخواد. سلینگام هم بذارم توی وزنی کمتر داشته باشه. حتما کمتر بهتر. بریم یه سنگ جمع کنیم بیایم اینو جمع کنیم. حداقل امنیتمون رو تضمین کنیم. فعلا نمیتونیم با اسپینوی درگیر بشیم. بابا حالا وقتی ریدن نبود. سنگ
سگ کوچولیه رو بزن. وضعیت سنگی به شدت خراب. نه اینجا یه سنگ هست. اینو بزن اون بعد اونو. اینا چرا تهش ندادی؟ لای سبز چمنم هست. جز سنگ نامری خیلی هست. یه مبر سنگ های نامری از کجا میان ولی خب بزن. تا ما چیز کنی یه دروازه من دقل بتونیم واسه خودم بسازیم. دروازه که البته فکر کنم دروازه بیشتر جا بخواد واسه دیوار. بذارید اول دروازه رو پا بسازیم. دیگه سنگ گیرمون اومد. فقط با اسپاینه حمله نکنه. من این رولینگ رد همون لازم دارم. سنگو بزن دیگه. الان سنگ خوب جمع شد. سنگ اینجا هست. خوبم هست. من این تیکه آهن درک نمی کنم چرا این مگه سنگ نی؟ دهنت سرویس. برو بریم پا. فکر کنم فعلا کافیمون باشه. همینجور که اینطوری داره لولمون میره بالا دیگه داریم به جاهای خوب خوب میرسیم. گیت. گیت مگه دو دیوار نیست؟ دو دیوار یا سه دیوار؟ فکر کنم دو دیواره یا سه دیواره. نمیدونم. رفتید. دمای سنگارم بزنم. یه وقت سه دیواره فکر کنم گیت. اول گیت رو میسازم. سه دیوار بعد همه اینا رو میبرم تو. حتی مهمه و استیگوی رو که اصلا نمیبرم. نیم صرف. ولی رولینگ رت رو میبرم. اونام که جاشون برم نیست کاری ندارم. حالا اسپاینه حمله نکنید. پدر و مادرمونه در میاد. فکر کنم واسه یه گیت بس باشه دیگه. گیت ورش هم نداشته. گیت استون گیت درش هم بده. گیت یه خودش یه درش. فکر کنم اندازه کافی علم اساس داشتیم که بسازم ببینم. آره ببینید سه ردیف. خب یه ردیف دیگه باید دیوار بکشیم که به عبارتی دوتا اینجا سه تا اینجا. بذارید همشو بکشم. طوری نیست چون اسپاینه نمیتونه بیاد تو از یه دیوار. ولی حالا اگه بلکه سه تا اینجا میترسونه من. سه تا بعد 12 تا 11 10 تا حساب کردم. 4 سه تا 3 4 10 13 تا یکی دیگه 14 تا
یعنی با اون یکی 14 تا رو میخواد، 3 تا زیر میخواد، 17 تا. در نهایت 17 تا. یه سنگ اینجا داریم، چوب داریم، چوب، تج، وال. 17 تا میدی؟ نه، کم میاریم. چی؟ تج، مثل همیشه خیلی هم توی چوب داریم. تز فوندالاس بیشتر، ولی خب خودش خیلیه. 17 تا میخواستیم. من درش بذارم، اینو روش اسکیم بذارم که راحت بریم تو، بیایم بیرون. اما خوشگلم بشه. به در رو واکن. اینا رو چیزی واز بشه علیکی ها نیست. آره این منو میترسونه. هرچی بیا بکش اینو. 5 تا 2 2 آره 1 2 3 4 5 تا دیگه دیوار. تچ بریم پسش هم جمع کنیم، منطقه امنمون رو بسازیم. چرا سی تا مزوی یارو میخوایم تسبیش از این حرف جمع. چقدر از این نورا، این نورا علیکیه یا پیشه توش هست؟ اسپاینویس اومده ای بر من اینا رو مختص موقعش واسه ای که تد جمع کنم، تد جمع کنم هرچی که بگم. صدا بعدی بود، از صدا بعد بود، صدا موش بود، راه رفتنی موش بود. این خوب سرد شد. 100 تا میده. ای خدا خیست، یعنی حرف نزنی تا میری. حرف نزن او 10 تا میده است. یه لحظه فکرم اسپاینوی اینجا بست، بعد تبدیل شد به استیگو. این 100 تا تز میده. دیدید؟ من بخوام بزنی هنو گشنگی ما برطرف نشده. با بخور گشنه هم گشنش از اون موقع خدا بکنی. نگاه کنه اصلا یه کاری با ما کردی بیمعنی که اصلا دیگه گشنگی. نگاه هم حالا من به جا بری خوردم اینقدر. اینا را حساب نمی کنه، من حس میکنم راه میتونه بده. وال 5 تا نمیفهمم فازش درک نمیکنم. نم حاف کنیم سلینگ کوارتری 30 تا. من حس میکنم فورسی که میخوام بسازم یه ردیف بازم بالاتره. یه هرچی میخوام همین حالا که دارم یه ردیف دیوار بیشتر بسازم، یعنی والا رو یه 13 تا دیگه بسازم. حالا که
موجود هست دیگه بالاخره. بابا ول کن بیخیال. چه بی پیگیریه، میخواد ما رو از گشنگی. رولینگ رد 2 تا لول آپ شده. میره بالا میتونم بذارم طوری نی. میتونم نشدم یه راپله هزینش. پس 4 ردیفش میکنیم، همون کاری که باید اول از اون دیوار بزرگامه اشتیم نشت ابله بازی دارم. تموم شد دیگه. حادثی کم داریم واسه وال. 4 تا 10 تا سنگ کم داریم. تچ هم کم داریم. این فکر نکنم قد تچ کم داشته. وال 13 تا 14 تا برو تچ کم. کی میره این همه راه رو دوباره. میدونستم واسه تسکم آوردم باید دار برم. گلمون در نیمه بریم یه لینک تیپ کن. این خوب تحت داد که دیگه نخواهیم تا برا بریم. اینوینتارشو بیار دیگه. داره سیف کرد. داره رفت تو سیف. وال 13 تا اصلی. بابا بلکو خدا وکیل. از اولی بازی گیر داده و ما رو گوشنه دیگه. من یه بار یا خیزی قارچا خوردم دیگه ولمون کن. همینجور میاد پایین دوباره میره بالا. من انقدر که چیز میکنم کار نمیکنم. چیز نمیره تو بگم به خاطری که بگم تا خرتناق پره. اینا رو میدیم اینا رو میدیم ایشالله که بتونیم با اون 12 تا راه بریم. نه میتونیم بدویم. آره بابا این گشنگی کار 5 ثانیه بار. یه ردیف دیگه بدید. حالا رو این ردیف ها که چه بلدی بکن. ولش کن اونو بعد که رفتیم بالا درستش کنیم. اینجا نمیشه درستش کنیم. بعدی بزن یه سولاخ هیستوری نمیشه. یکی هم که کم آوردیم. در رو اینجام هست. 3 تا میخوایم. چجوری ما حساب میکنیم؟ سه تا دیگه بده. یکی دیگه بساز اونم درست کن. اونم دوله همونجا میذاری طوری نیست. بعد یه موقع رفتیم بالا درستش دیگه نمیرسم برم بالا درست. یه روش بیا. وای این مشکلی. اینجا مشکل داری.
مشکل نمیچرخه ای ولی رو اینجا خب طوری نیست. بذار دو سقفامون رو میذاریم، بعد وقتی سقفا رو هشتیم درستش تو این سقف گذاری اینجا، سقف گذاری اینجا درستش. اوکی. این 1 و 2 و 3، 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 این 1 و 2 و 3. این سراغ این میذاریم یه دونه دور تا دور. حالا میایم رو این ردیف اینجا میذاریم، سرمون داره گیج میره. خب دیگه نمیخوایم از اینا، اصلش هم همین. حساب کتابام درست دارم. شبیه گنبد شد. خب بریم جونورامون رو ببریم تو. این رولینگ رته یه ذره قلقش بده. انشالله که میری تو، باید بری تو. وات نمیره تو. من با تو چیکار کنم؟ تو ردیفی ستایی میخوای ها؟ من فعلا میبرم تو، بعد یه موقع درست دون. اینجا رو درست کنم راستی قدی کن. حالا فعلا لازم دارم بیاد 3 ردیف هم باید بردارم ها. یه با 2 ردیف را بیه. بیاد برو تو. نه را اومد تو. خب نمیذارم اینجا. اوکی. ولی خیلی بی‌معنی بزرگه. خیلی بزرگ. نه از یه جا به بعد از همه اینا رس تو قوطی میارم میبرم دیگه مهم نیست. اونم بیارم تو. کلوخی هم که راحت میاد. بپیچ اینجوری یه جوری ببندمش. من یه 2 تا در دیوار بسازم که دیگه بسته بشه. میرسم. آبا همچی قرمز بالا نمیش ما رو ترسون. 1 2 تا 4 تا اینور دیوار میخواد، یکی هم 4 تا اونور دیگه. دست درد نه. حدس دوباره مثل همیشه کم آورد. این در بذاریم ویو. حالا فعلا دهنت سر. اینا رو برعکس هست جفت نشد. خب حالا با اینجا بزرگ خداییش. موشی مسخره. ماموت ازی در میاد تو نمیای. من نمیفهمم یعنی
همینجا باید بریم تصویر، همینجا باید بریم تصویر، همینجا باید بریم تصویر. یه 200 300 500 1000 2400 تا بده. بزن دیگه. چوب و اینا نمیخوام، یخ بذار دست جمع کنم چون بعدش هم میخوام برم یه لینک بگیرم تیم کنم. اگه اون پلنت زده در اومده باشه که در نیومده باشه دم که دیگه هیچ کارش نمیشه. این خوب درختی بود. و هنو داره فودم پر میشه و هنو گشنم نمیفهم چه نه اندازه خودمون رو توی سلاخی در نیم. سرعتی درخت اومدن ها زیاده، خیلی زود در میاد. درخت 100 توی هیچ چه نمیده هیچ. بخواب رو زمین. حالا گشنش میشه. حالا نگاه حالا نگاه حالا گشنش میشه. دهنه دوست دوست. نکو پفکیه پیداست. نکو ریشه دارن درخت خوبیه. چه سنگش؟ نه این چوبه یعنی ریشه داره خوب چوب. چوب تصمیم باید یه سری جونور بگیری واسه ای کار. حالا یه جونوری خاصی هست واسه ای کار باید پیداش کنیم بگیریم راحت شیم دیگه. با کلنگ نخواهیم بیفتیم به درخت. اونو که داشته باشی خیلی راحت، خیلی راحت ها دیگه. حالتی همین رولین رو توی سنگت چه دویه سنگ میده اونم تچ میده. گوریل هم میتونیم بگیم، گوریل هم خوبه. من خستم خوب باش گوشنه من خستم شد گوشنگی. بابا اون علامت تو پایین رو میبینی اون یعنی من دارم دزام زیاد میشه. حد چرا باگ شده دزام از زیاد نشه. من یه قلتی کردم یه دوتا چیز خوردم، دوتا قارچا رو خوردم. ای خدا میشه اینو اتوماتیک درش باشه. اتوماتیک درش وانی میشه این من تنظیمات داره. نه این در کوچیکا باز میشن در روزه هر 5 دقیقه یه بار خوش نمیشه دوباره سیر میشه. جیبه شهر عجیبی. خب وال میخواستیم 5 تا دیگه یه دوتا دورم بده یکی دوت بیدی من خودهای بعد تو میمانی راحت جمع میکن. اشتباه نکردم تو رو تیم کرد. من میخوام یکی دوتا اینا رو تبدیل به پنجره کنم. ویو ابدیه ولی این نه این خیلی یه درم بدیم داشته باشیم.
این درست، این نه، ولی این ویو ابدی. یک این ویو واسه من ابدی، یکم این ور بزنم. فعلا 2 تا ویو ابدیمون. مثل همیشه سنگ و چوب کم داریم. این چوب من نمیدونم راست چه درها رو ریختم. من 3 تا سنگ و در و اینا دیگه میخوام. 3 تا نه 38. یه در اینجا، یه پنجره اینجا، من سمتشو بچرخونم. پنجره از دری این طرفی باشه. اوکی، اینا اسکین بندازم. شیشه خوشگل رو این اسکین بندازم. پسم برم راحت باشم. مثل این هم اسکین. خب چه خبره؟ بس چرا در نمیای؟ چه وضعشه؟ سیدلینگه تازه در دونه میده. خب طوری نیست باش. منم یادم در نیم. غذاخوریه کجا باید باشه که هر جفتشون بگیره؟ من یه نگاهی به رنج غذاخوری بندازم. دیگه تو اونجا رو هم که میده که های گوشش میده. مثلا یه واد دیگه باید اینجا بذار در آخر. دو تا قزانی میخوام ولش کن. من که دارم میرم تو درک و خب اینم شد خونه ما. البته بیسی کاره. فعلا میخواستم براتونم گیمینگ تیم کنم، هم یاد بگیرید هم یه روش جدیدی تیم کردم بدون نشون بدم که در نمیاد. این بی‌معنی در نمیاد و باید صبر کنید. خیلی هم احتمالا باید صبر. اینم بنداز توش و باشد احتمالا واسه یه موقع دیگه. ولی
این هم بود از این قسمت. فعلا فقط تو خونه سازیه، منم که نمیبینید تو ویدیو. بذارید من یه در روشن کنم. حالا هم صدا دراک دراک میاد رد شه، ولی خب امیدوارم که با خونه سازی ما حال کرده باشید و خدا نگهدار.